سلام، رامین حدادیان هستم. بازم توی کافه دیگه اومدم، میخوام برای شما یه دوربین مخفی دیگه بگیرم. الان منتظر مشتری هستیم تا ببینیم کی میاد میتونیم چیکار باهاش بکنیم. منو تو یوتیوب دنبال کنید و سابسکرایب کنید. اون زنگوله بالا هم بزنید. مرسی. به من قول نداده بوده ای؟ آره. شما من خود اصلا مردم درستانی نیست ما میشیره یا نه؟ نرم چیکار میکنم؟ چرا؟ دفعه ستاره؟ شما؟ شما حرف نزن. من نمیشناسی؟ به من قول نداده بوده ای؟ الان با این آقا باید ببینم شمانه؟ خزم ما؟ های شما حرف نزن گفتم. دارم با ایشون حرف میزنم. ایشون دوست دختر من بود. ارفان اسکوله بابا. چی اسکوله؟ من 5 سال با من. شما؟ آقا این خانم 5 سال منو میخواد. ما رفتیم خواستگاره. شما مگه نیومدن خواستگاری من؟ نیومده؟ نه ببخشید من اومدم خواستگاری شما نگفتی که بابام شما رو خیلی دوست داره؟ اصلا نیاییم بیرون من حال ندارم. خود اصلا مردم درستانی نیست عزیزم ایشون قرار بود بیاد به من خواستگاری بکن. خب؟ خیلی هم راحت می‌ظاهرم درسته؟ شما ناراحته؟ من که خیلی ناراحتم. من میشه برید رو میز خودتون آقا بشینید. خب اینو بردار رو میز خودت بگو بهتیار عزیزم این منو میخواد. قدم بخواستی رو بگو غذا شما نبودی میگفتی من دوست دارم عاشقتم؟ آقا جمع کن یا برو شما نگفتی ریش بزن بهت میاد. من یه سال برای شما ریش گذاشتم اینقدر شده. تازه اینجا هم در نمیاد رفتم و پخ کلم گذاشتم اینجا کاشتم. یه سال هم داداش بهتیار باشه برو اینو بردار رو یک میز بگو پاشو عزیزم میگم این من پاشو آقا پاشو صبر کن یه لحظه. آقا من شما میخوام یه لحظه اجازه بده. اسم من چی هستم؟ بهار جان؟ زمستان آقا این نیست پاشو برو میگم پاییز پاشو سلامت گزن آقای صاحب کافر صدا میکنید بیا آهو گوزن خانمت طبیعیه. آقا پاشو برو ببین پاشو برو بخون موضوع خانوادگی به کافه هیچ ربطی نداره. شما پاشو برو بیرون. آقا میشه حرف زدن که درست کنی؟ درست کردم. تو فوش میدی من درست کنم؟ من خوش دادم. انگشتری حلقه من انداختی توی این انگشتت؟ لابد در شأن این انگشتم بود. در شأن این انگشتته. حوصله من سر بزنی پا میشی بدی یا نه ببین اسمت چی بود شما؟ اسمم شما رو به آقا صدا کن آقای چی؟ آقا صدا کن آقای چی؟ آقا ببین آقا ایشون دوست دختری من بوده. با من نامزد کردیم. من براش حلقه خریدم. خب شما الان اینجا چیکار میکنیم؟ من رفتم خونه خانم خواستگاری شما غلط چه بود اینجا بزنم رفته خونه شما خواستگاره؟ آقا جمع کن برو دیگه بلند شو برو. تو منو میزنی؟ حیف تو منو میزنی خانم. اگه این منو میزنی نمیدونستم چیکار بکنم. نمیخوام اینجا واسه داستان هیچ کاری نمیتونی بکنه. باشه برو هیچ کاری نمیتونی بکنه. بلند شو برو گم شو بیرون بینم. ما میشی بدی یا نه گفتم درست با من صحبت بکن. ما میشی بدی یا نه آی خدایا داستانه هیکل. ما میشی بدی یا نه نرم چیکار میکنه؟ آقا دست ما میشی بدی یا نه یه لحظه باشیم آقا خسته نباشی. ببین عزیزم شما مقابل دوربین مخفی قرار گرفت. آقا یعنی چی دوربین چی؟ دوربین مخفیه. ما اینجا هماهنگ کرده بودیم. ایشون هم بازیگر ما. الان ما مسخره شما این اینجا نشستیم یعنی چی؟ من دور اومدیم اینجا حرف بزنیم یه چیز بخوریم مثلا میگن کافه‌ای که هرچی قبلا بخواین. نرفتی نباید بری. عزیزم من برای شما سفارش میدم هر چی که بخواید ما در خدمتتون الان هستیم. سفارش نیست که نه اعصابیه که خورد شده است من عذرخواهی میکنم. اگر راضی اگه رضایت بدیم پخشش کنیم به دوربینمون یه لایک بدیم. نظرت چیه الان راجع به مسئله پایه باشه دیگه. واحد چی باشه اصلا خورد شد نه خب ببینید دوربین مخفی معمولا روالش همینه دیگه نمیتونیم. خب اگه نمیتونیم به شما بگیم که این میگفتیم که دیگه شوخی نبود که.
جدی بودم ها. یه لایک نشون بدید یه لایک یه نشون ذرم بدید. اعصابتون آروم نه، نه، باشه. نه.